محمد. انا این دلالت به چی میکند؟ این دلالت به قوم پرستی میکند که به خاطر یک عالم مشرک قومشون به تمام رذیلی، به تمام متهمی، به تمام نوجوانمردی اینها آماده. و ما چی میگویم؟ انما اشکو بثی و حزنی الی الله، و صبر میکنیم، الله و سبحانه و تعالی به میسپاریم و دعا میکنیم که ای الله، اینها میخواهند که به بنده مؤمن و موحدت یک کفری رو بافند و سازند و چسبانند و تحقیرش کنند. الله خودت جزای سزاوارشان بده. چگونه که میخواهند که ما را به یگان مشکلی دچار کنند، انتظار هستند که ما کفر کنیم، الله خودشان مکرشان را گردان. الله عیب کاوندگان را به عیب خودشان مشغول کن. الله این تیز پرکا، این جوانهای مرتد شده را الله به نفس خودشان، به عیب خودشان مشغول شد. و البته اینها میخواهند که به همین کارها روحیه ما را پس کنند. اینها نفهمید ما از این مبارزه های، این چنین مبارزه های نامردانه در حق ما که یک چند سال هست، ما کیها گذشته است. این اولین بار نیست که در حق من این چنین دروغ بافته باشند، طعن زده باشند. والله همه برادران و خواهران موحد تاجیکستانی میدانند. بله، برادران و خواهرانی که از موحدین افغانستانی هستند کمی از بسیار مسئله شاید های گرد اطراف ما بیخبر هستند که ما چگونه مبارزه ها اینجا رفته است. لیکن برادرای ما همه میدانند که این چنین دروغ ها تنها بسیار بود و این دروغ است. و لعنت الله بر کاذبین بود، لعنت الله بر کاذبین بود، لعنت الله بر کاذبین بود که همین چیزا بگوید که در کتاب ابو محمد مدنی است.